فقط اونایی که این مشکل براشون پیش اومده میتونن عمق فاجعه رو درک کنن که تو پروکرییت برای کشیدن شابلونشون کلی وقت گذاشتن و وقتی میان لایه عکسشون رو خاموش کنن میبینن که ای وای من رو عکسشون کار کردن. یه نفس عمیق بکش، الان بهت میگم چجوری این مشکل رو حلش کنیم. یه دوپلیکیت از لایت بساز، برگرد به لایه زیری، از توی این قسمت گزینه اول وسطی رو بیار تا آخر به سمت چپ. برگرد به لایه بالایی، روی این ان کلیک کن و دیفرنس رو انتخاب کن. حالا این دوتا رو یکی کن، روی لایت کلیک کن و اینورت بزن. حالا با 3 انگشت به سمت پایین کپی از لایت یه ماسک بساز و پیستش کن. حالا رو ماسکت کلیک کن و اینورت بزن. حالا این دوتا رو یکی کن، چند تا ازش کپی کن، همه رو یکی کن، آلفا لایک فعال، فیل، لیر. حالا عکست وارد کن و بیارش زیر لایت. خطوط از عکس جدا شد. تا ویدیوی بعد، بای بای.